масълаҳои марбут ба рушди саноати сабук ва ободиро Муҳаббат Муродова, муҳаррири телевизиони дар бахши телевизион доир ба масъалаҳои марбут ба рушди саноати сабук ва محجوبی زیبا و این صحبت دلارا بسا خاطر نشان است. من که 35 سال روزنامه‌نگاری کردم و این حشمات و این زیبایی و به این مقدار مبلغ خط شناسی کردیم قلمکش‌های تاجیک را حتی در قلمرو جمهوری تاجیکستان باری اول دیده‌ام و احساس کرده‌ام. گفتنی هستم که امروز وقت آن رسیده است که ما نوبسته از شکل‌های مالکیت، نوبسته از سطح حرفه‌ایت، نوبسته از نمودهای مختلف وسایط اربابی ما باید متحد باشیم. ما برای وطن، برای ملت خدمت می‌کنیم. و گذشته از این امروزه توجه دستگیری شما ما ژورنالیستان را و شخصا خودی مرا باری دیگر به همین کسب و کارم دلگرم‌تر می‌کند و از این بعد هم کوشش می‌کنیم در انعکاس معما و پرابلم پیشروی‌های جامعه واقع‌بینانه، شفاف و از همه مهمش بی‌غرضانه کمری همت بندیم و من از نام شخصا خودم، از نام راهبریت و کلکتیو تلویزیون سیمای مستقل یکم برای شما رئیس محترم و این باوریتان و این دستگیری و این غمخوریتان و این توجهتان بی‌نداری بیان میکنم. یک جان تشکر برای توجهتان هم سپاس.